بچه‌ها داریم میریم خرید یخچال. با علی بچه امروز شنبه است. ما داریم میریم یخچال. دوربین خود دورتر کنم، من قشنگ‌تر می‌گفتم برای خودم دورتره. داریم میریم خرید یخچال. شنبه است، ببینیم گرون شده 5000 تومان شده، برای همین قیمت میره بالا شدیداً. باید بریم بگیریم دیگه. بریم با ما همراه باشین. حقیقتاً که من یکی دارم خیلی خوش می‌گذره. علیرضا رو نمی‌دونم که خرید همیشه واسه خانمان لذت بخشه. آره آقایونم همینه. من علیرضا. آره از اینکه معاملمون بشه. بچه‌ها LG رو به خاطر اینکه خدماتش و قطعاتش خیلی خارجی تو ایران گارانتی خیلی خوبه. آره ندارم، ارشد شخصیه. دقیقاً قطعاتش سختگیر میاد. لوازمش هست، استوما لوازمش هست و با کیفیت ترین ایرانی همین دیور. سیستم هایجین فرش سیستم بوزودایی رو داره، تمام طبقات پیرکسه، دو تا جا میوه‌ای داره. بله این قسمت فریزر یخساز رو داره، دو طبقه فضای فریزر بیشتره، سیبای یخساز هم فلزه. درسته. قبلیه پلاستیک بود. آفرین. پلاستیکی ها هم که میزنه یخ صدا میاد، یخ بیرون نمیره. این باعث میشه که یخ داخل یخسازت به هیچ عنوان گیر نکنه. سه کشو فریزر داری، نوفراست بدون برفک، فن مجزا برای یخچال، فن مجزا برای فریزر، به اضافه اینکه یه در بار اینجا برای طراحی کرده. این سیستم استیل متال کولینگی که روی دره برای اینه که سرمای یخچال اگه برق رفت 72 سرما رو سیو نگه داره که شما بازو بسته می‌کنین دما رو حفظ کنه. آقا بالاخره گرفتیم. اینم فاکتورشه. اینم علیه. گرفتیم بالاخره گرفتیم. من بشنم علی اونجا. بریم. اوه ناراحت نباش. نسکافه بعد معامله. ناراحت نه بابا، واسه زندگیمونه. آره بابا اصلا قصه نداره. خوشحالم، ما خوشحالم. یخچالمون رو گرفتیم. اینم میزنیم سلامتی یخچالمون.